بسم الله الرحمن الرحیم. حتما شما هم تا حالا ماجرای سد ذوالقرنین رو شنیدین. ذوالقرنین و سدی که او برای قوم بین السدین میسازه در قرآن کریم اومده و مفسران و تحلیلگران تا به امروز تفاسیر مختلفی در مورد اون بیان کردن. ما تو این کلیپ میخوایم از یه زاویه جدید به این مسئله نگاه کنیم. در بین روایات ظهور روایت معتبری از امام موسی بن جعفر علیه السلام وجود داره که مردی از اهل قوم مردم رو به حق دعوت میکنه. افرادی دور او جمع میشن که قلبهای اونها همچون پاره‌های آهن استواره. بادهای تند حوادث اونها رو نمیلغزونه، از جنگ خسته نمیشن. حالا ما با تکیه بر این روایت میخوایم رمزگشایی کنیم از ماجرای سد ذوالقرنین. در قرآن اومده که وقتی ذوالقرنین به قوم بین السدین رسید، اونها بهش گفتن که یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض. گفتن ای ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج در زمین در حال فسادن، آیا ممکنه هزینه شما بدیم یه سدی بین ما و اونا بسازی؟ ذوالقرنین پاسخ میده اون چه خدا به من داده از هزینه شما بهتره. شما فقط با نیروی خودتون به من کمک کنید تا یک سد استوار بین شما و اونها بسازم. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیه قطرا. بهشون میگه برای من قطعات آهن بیارید. آتونی زبر الحدید. زبر الحدید یا همون قطعات آهن در حدیث مرد قمی هم آمده. قلوبهم کزبر الحدید ارتباط پیدا میکنه با همین آیه. بعد در ادامش میگه این قطعات آهن رو حرارت بدید تا سرخ بشن و بعد روی اونها مس بیارید بریزید. خوب دقت کنید. آهن عنصر سخته، مس عنصر نرمه. آهن استفاده میشه برای جنگ سخت، برای جنگ نظامی، اسلحه، تجهیزات نظامی، ادوات جنگی، اینا از آهن ساخته شدن. اون طرف مس عنصر هادی هست، هدایتگره، رسانه است. دقت کنید، رسانه است و در این حال نرمه. یعنی این دوتا فلز اشاره دارن به قدرت سخت و قدرت نرم. یعنی این سد به کمک قدرت سخت و قدرت نرم ساخته میشه. در کل تاریخ اگه بگردید ما سید قومی غیر از حضرت امام خمینی نداریم که از قم قیام کرده باشه، از شهر قم بلند شده باشه، یک عده‌ای دور او رو گرفته باشن که قلبهاشون همچون پاره‌های آهن باشه، از جنگ خسته نشن. فقط و فقط این رو در امام خمینی و شهدا میبینید. امام و شهدا. اصلاً و ابداً در تاریخ هیچ شخصیت دیگه پیدا نمی کنید که یه همچی ویژگی داشته باشه. جنگ 8 ساله ما جنگ نظامی بوده. بعد از گذار از اون دوران ما رسیدیم به دوران جنگ نرم. اگر می‌خواهیم خط امام و شهدا حفظ بشود باید کار رسانه‌ای انجام بدیم. مس اینجا نماد رسانه است، نماد جنگ نرم هست. یعنی میگه که با کار رسانه‌ای، با قدرت نرم هست که شما میتونید خط شهدا، خط امام رو حفظ بکنید. اما یه نکته این وسط داره، میگه که این قطعات آهن باید حرارت ببینن، باید سرخ بشن تا شما بتونید اونها رو در کنار هم به وسیله مس حفظشون بکنید. این رو هم که ما باز روایتش رو داریم، ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین. یعنی این حرارتی که باعث میشه خط شهدا حفظ بشه شور حسینی و محبت امام حسین در دلهای مردمه. اگر میخواهید کار رسانه‌ای انجام بدید برای حفظ خط شهدا باید این شور حسینی رو هر چه میتونید بیشتر و بیشتر بکنید. این سد چیه حالا؟ بر اساس این حرفایی که زدیم، بر اساس روایت مرد قمی، مشخصا این سد چیزی نیست جز همین نظام جمهوری اسلامی، همین نظامی که حرم است. اگه حرف حاج قاسمی نبود جمهوری اسلامی حرم است، بعد ما روایت هم داریم القلب حرم الله. خب بعد میگه قلب‌های آنها همچون پاره‌های آهن است. ببینید اینا تمام به هم ارتباط دارن. یعنی این حرم، این حریم، این حصار استواری که ساخته شده از مردمی هست که قلب‌هاشون همچون پاره‌های آهن است و مردم دیگری که اینها در میدان جنگ نرم حفاظت میکنن از این خط شهدا و از تفکر شهادت و شهادت طلبی.
اما در ادامه آیات خدا میگه فمستطاعوا ان یظهروه و مستطاعوا له نقبا، یعنی نمیتونن از اون بالا برن و نه اون رو سوراخ بکنن. دقت کنید، یأجوج و مأجوج دشمنان این سدن. هدف اونام چیزی نیست جز تخریب این سد و بازگشت به دوران نکبتبار قبل از اون تا به راحتی تو این سرزمین به فساد و تباهی بپردازن. تو این آیه میگه که یأجوج و مأجوج یعنی دشمنان این سد که میخوان تخریبش بکنن. دشمنان جمهوری اسلامی نمیتونن از اون بالا برن، نمیتونن در اون رخنه بکنن. ببینید باز 2 تا مطلب رو اینجا گفته. یک، این که برن در بالای این سد قرار بگیرن، یعنی براندازی بکنن و حکومت رو در اختیار خودشون بگیرن، و همینطور میگه که نمیتونن در اون رخنه بکنن، نمیتونن در اون نقب بزنن، یعنی در اون نفوذ هم نمیتونن بکنن. 2 تا دشمن، براندازها، نفوذیها. براندازها نمیتوانند حکومت رو در اختیار بگیرن، نفوذی ها هم نمیتوانند نفوذ بکنن در این نظام. تا کی؟ در ادامه آیات خدا از زبان ذوالقرنین به همون میگه قال هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکا و کان وعد ربی حقا، یعنی تا زمان رسیدن به وعده الهی این سد پابرجا هست، اما اون زمان شاید به خاطر آسیبی که به این سد میرسه هست که وعده الهی محقق میشه و خدا این نظام رو نجات میده. همون نقل خوابی که از حضرت آیت الله نائینی هم شنیدید که ایشون در خواب میبینن که دیواری به شکل نقشه ایران هست که ترک برداشته و خم شده و زیر اونم یه سری زن و بچه هستن که دیوار داره رو سرشون خراب میشه. بعد ناگهان حضرت آقا امام زمان رو میبینن که با دست مبارکشون دیوار رو که در حال افتادن بود میگیرن و سر جای اولش قرار میدن و به ایشون میگن که اینجا ایران شیعه خانه ماست، میشکند، خم میشود، ولی ما نمیذاریم سقوط بکنه، نگهش میداریم. بنابراین این دیوار باز هم یادآور همین سد ذوالقرنین هست، همین دیواری هست، حصاری هست که بین این ملت و دشمنان این ملت کشیده شده. اما در پایان این رو بگم، در قرآن کریم در روایات ظهور به قدرت سخت و قدرت نرم اشارات متعددی شده. مثلا اونجایی که در مورد پیامبران الهی خدا میگه اولی الایدی و الابصار، صاحبان دست و چشم، دست اشاره به قدرت سخت داره و چشم اشاره به قدرت نرم، یعنی دست برای قدرت نظامی، برای جنگ سخت، برای دفاع استفاده میشه، چشم همون بصیرت هست، همون قدرت نرم هست. یا مثلا در روایات ظهور هم داریم مرگ سرخ و مرگ سفید که مشخصا مرگ سرخ اشاره به مرگ در میدان جنگ سخت داره و مرگ سفید اشاره به مرگ در میدان جنگ نرم. تا برود از هر 7 نفر 5 نفر به معنی این نیست که همه در میدان جنگ های نظامی کشته بشن، نه، به معنی این هست که خیلی ها در میدان جنگ نرم فاتحشون خونده میشه، کشته های جنگ نرم هستن متاسفانه. در هر صورت جمهوری اسلامی امروز بزرگترین مانع برای دشمنان اسلام، برای دشمنان شیعه هست که اونها به دنبال این هستن که اسلام و تشیع رو نابود بکنن و این رو در وصیت‌نامه حضرت امام هم میخونیم که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد. سد آهنین اشاره‌ای است از حضرت امام خمینی باز هم به این سد ذوالقرنین، یعنی این نظام اسلامی که یک نظام مردم سالار هست، از مردم ساخته شده، جمهوری اسلامی، یعنی اساس این نظام رو مردم تشکیل میدن. بنابراین سد ذوالقرنین چیزی نیست جز جمهوری اسلامی که انشالله تا زمان وعده الهی یعنی ظهور آقا امام زمان پابرجا خواهد بود. هیچ مصداق دیگه شما براش پیدا نخواهید کرد. هیچ سدی ساخته شده از آهن و مس با این ویژگی ها در حال حاضر در دنیا وجود نداره که تا زمان وعده الهی هم پابرجا باشه. فقط و فقط این آیات با جمهوری اسلامی، با امام و شهدا و با سربازان جنگ نرم میتونه مطابقت بکنه. همون جوری که آجرهای یک دیوار رو ملات بین اونها حفظ میکنه، خط شهدا رو هم کار رسانه‌ای سربازان جنگ نرم انقلاب اسلامی حفظ خواهد کرد.